پرنده‌مون هم با شکایت اینکه سینه کاردی شده. که اینجوری شده از وقتی که یه پرنده جدید آوردم پیشش. الان آزمایش کردیم، چی متوجه شدیم؟ انگل داره پرنده. از کجا گرفته؟ احتمال 99% از اون پرنده جدیدی که آوردن، چون اون پرنده جدیدن بعد یه مدت الان جونش رو از دست داده و الان اینم پرنده خودشونه که الان چند سالی پیششونه، ولی الان کامل مریض شده، سینه کاردی شده. میخوام سینه کاردی پرنده رو نشونتون بدم که سینه کاردی یعنی چی. ببینید وقتی یک کم آب میزنیم به سینه پرنده، این پرها رو که میزنیم کنار، ببینید فقط یه دونه استخون مونده ازش، چیز دیگه ای نمونده، فقط یه دونه استخونه. این یعنی کامل پرنده سینه کاردیه، هیچی نخورده، وزنش رو از دست داده، عضلاتش از دست داده. آزمایشی که گرفتیم از پرنده چی نشون داد؟ انگل تریکوموناس. حالا فیلم اون انگل رو هم آزمایش رو هم گرفتم، میذارم توی ویدیو. الان میخوایم دارو بدیم به پرنده. پرنده وقتی توی این وضعیته حتما باید داروی اصلی این انگل براش تجویز بشه، داده بشه که پرنده بعد این مدت کامل خوب بشه. حداقل 10 روز لازمه که دارو براش استفاده بشه. دارو طبق وزن پرنده دوزاژ بندی میشه. ما این پرنده رو وزن کردیم، 64 گرم وزنش بود. الان ما طبق وزنش این دارو رو آماده کردیم، دقیقاً طبق وزنشه. الان این دارویی که آماده کردیم نوشتیم که صبح و شب 2 قطره داخل دهان تا 10 روز باید داده بشه. نحوه دارو دادن چطوریه؟ وقتی به پرنده میخوایم قطره بدیم، هیچ وقت نباید پرنده رو اینجوری برعکس توی دستمون بگیریم. پرنده باید به حالتی باشه که انگار رو زمین نشسته، به این حالت. شکم و پاها باید به سمت پایین باشن. به بدنم نزدیکترش میکنم پرنده رو، اینطوری راحت‌تر میتونم قطره بدم بهش. با 2 تا انگشت، یه لحظه ببین، چون این پرنده گاز میگیره، من با دستمال گرفته بودم، حالا دستمال رو میزنم کنار. با 2 تا انگشت 2 طرف سر پرنده رو میگیرم که پرنده نتونه با تکون دادن سر قطره رو بندازه پایین. اصل مرحلهش همینجاست. هر چقدر بتونید خوب مهار کنید که پرنده نتونه سرش رو تکون بده، اینقدر راحت‌تر میتونید قطره بدید بهش. از این شیار بین نوک بالا و نوک پایین قطره رو میریزم. لازم نیست که دهن پرنده رو باز کنید. ببینید الان ما می‌خوایم یه قطره بریزیم. خیلی خب، وقتی از اون شیار میریزید می‌بینید که پرنده راحت خودش هم دهنشو باز می‌کنه می‌خوره، هم اصلا دهنش هم باز نکنه، از اونجا خودش میره داخل قطره. اینم قطره دوم. اگه دیدید که تو دهنش نگه داشته، البته این خورد تو دهنش نگه نداشت، یکم بعد تمام شدن یکم سرشو بالا بگیرید. این الان 2 تا قطره پرنده رو هم دادیم، یه بارم موند که شب بدن قطره‌شو. اگه این دارو رو استفاده بکنم مطمئنا این انگل ها از بین میره، پرنده از حالت سینه کاردی در میاد. فقط اینکه باید حتما سرلاک بهش بدن تا زمانی که پرنده خوب بشه. باید سرلاک بخوره که یکم وزن بگیره، در واقع جونش رو به خاطر غذا نخوردن از دست نده.